در این ویدیو به 5 تا از گرونترین قایق‌های تفریحی که در سال 2023 انتخاب شدن میپردازیم. این قایق‌ها هر یک دارای شکوه و امکانات باور نکردنی هستند که برخی از کاخ‌های سلطنتی آنها را ندارند. قایق‌های تفریحی تلاقی هنر و علم به صورت باشکوه و تمامی اجزای دقیق در کنار هم قرار گرفته و با طراحی بی‌نظیر فضاها امکان لوکس و چشم نوازی را برای صاحبان آنها فراهم کردند. این بی همتاها همگی برای سلیقه‌های خاص، تنوع طلبی خاص برای تجربه لوکس از نوع آبی آن را خواستار هستند ساخته شده. کاخ شناور روی آب‌های ردیف پنجم دلبر، سوپر قایق روسی که صاحبان علیشیر اسمانوف یکی از قدرتمندترین اولیگارشی روسیه است. با دلبر برای سرکشی به جزایر خود استفاده می‌کنند. این قایق علاوه بر یکی از گرانترین قایق‌ها است، یکی از بزرگترین مدل‌ها هم محسوب می‌شود، زیرا طول آن 110 متر و ارتفاع آن کمی بیش از 16 متر است. این قایق در سال 2008 به وسیله شرکت لورسن یچ ساخته شده و با نام مادر اسپانوف نامگذاری شده. دلبر یک سکوی منحصر به فرد هلیکوپتر و چندین استخر دارد و گنجایش 20 مهمان و 48 خدمه را داراست. قیمت این شگفتی 256 میلیون دلار. قایق تفریحی بی همتای ردیف چهارم، قایق پلاروس هم همانند شگفتی قبلی توسط شرکت لورسن در سال 2003 ساخته شده و توسط رومن آبراموویچ خریداری شده و چندین بار دست به دست گشته و اکنون صاحبان یک میلیاردر هنگ کنگی به نام ساموئل تکبین است. این کاخ شناور با 115 متر طول و 5517 تن وزن تمامی امکانات لوکسی که شما انتظار دارید را داراست. این سوپر قایق 2 سکوی هلیکوپتر جت اسکی و دارای قایق کوچک است. پلاروس توانایی اسکان 1 سال از خدمه کامل یعنی 48 نفر را جا دهد. قیمت این شگفتی 300 میلیون دلار. سومین قایقی که کافی منحصر به فرد است، قایق آزم، گرانترین و سریعترین قایق تفریحی که یک مگا قایق بادبانی 180 متری است. لقب بزرگترین قایق دنیا را یدک می‌کشد. اما صاحب این بی همتا شیخ خلیفه بن زاید آل نایان، رئیس جمهور امارات متحده عربی و امیر ابوظبی است. باید بدانیم آزم همچون یک ناوشکن سیستم دفاعی موشکی خاص خود را دارد و کابین ضد گلوله هم از دیگر امکانات منحصر به فرد خود است. سرعت این قایق بیش از 30 گره دریایی است یا همان 35 مایل در ساعت. به همین خاطر در لیست سریعترین قایق‌ها هم هست. قیمت این شگفتی 600 میلیون دلار. حالا که تا اینجا همراه بودی سابسکرایب کن و از ادامه فیلم لذت ببر. شگفتی بی همتای ردیف دوم، قایق استریت آف موناکو یا خیابان‌های موناکو، اولین قایق تفریحی میلیارد دلاری لیست ما که میتوان به عنوان یکی از شگفتی‌های جهان به دوستان خود معرفی کنید. موناکو دارای یک پیست کارتینگ، یک زیردریایی 5 نفره، 3 استخر، یک سکوی هلیکوپتر، یک آبشار کوچک و یک رستوران با نمای زیر دریا و 7 سویت خاص برای مهمانان دارا می باشد که این همه شگفتی 1 میلیارد دلار قیمت داره. در کامنت ها بگویید نام قایق تفریحی ایرانی که در جنگ ایران و عراق غرق شد چه بود؟ و اما خاص‌ترین کاخ آبی جهان، قایق هیستوری سوپریم. هیستوری سرلیست گرانترین قایق تفریحی جهان قرار دارد. این دستاورد با شکوه از 10,000 کیلو طلا و پلاتینوم ساخته شده که طول آن 30 متر است و به طراحی استوارتیوس، طراح نامی جهان، برای رابرت ناو، ثروتمندترین مرد کشور مالزی انجام شده است. ساخت آن 3 سال طول کشیده و دارای تمامی اقلام خاص و لاکچری دیزاین گردیده. اتاق خواب اصلی از یک اسکلت دایناسور گوشخوار و یک دیوار ساخته شده از شهاب سنگ و ویو ابدیان یک آکواریوم 360 درجه تجهیز شده. اما قیمت این شگفتی
4.8 میلیارد دلار. حتما از فیلم بعدی من در مورد گرانترین شهرهای دنیا دیدن کنید.